بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از مقدمه‌ای که گفتیم امروز روز اول درس عملی خود شروع میکنیم. پروگرام اینستال کردین و میشه اصلا پرسان کنم حتی خب شروع درس هم هست، شاید جالب نباشه که سوال کنم، اما تا یک یادآوری است که به این پروگرام چی میگفتیم. خب این نامش است. به این نوع پروگرام ها چی میگفتیم؟ گفتیم شما میتونید کد C++ تون در این پروگرام، مثلا در این پروگرام و حتی در پروگرام دیگه هم که براتون نشوندم که تحت داس بود میتونید نوشته بکنید. این پروگرام ها به چه نام یاد میشند؟ ندادم؟ چطور؟ مطمئن هستی؟ من متوجه نبودم، میبخشید باید میگفتیم من کپی میکنم براتون. IDE گفتیم Integrated Development Environment، یک محیط توسعه مجتمع، درست؟ که گفتیم خوبی پروگرام ها چی است؟ همون سه چیزی که ما ضرورت داریم، سه تول، سه ابزار، سه وسیله که ما نیازم یک جای داره. هم ادیتور داره، من میتونم کد من اینجا نوشته کنم، نه دیگه ضرورت بر ناتپد پلاس پلاس ندارم که پروگرام دیگه که کد من نوشته کنم همینجا میتونم شروع کنم کدای خودم نوشته کنم. هم خودش برام رو کامپایل میکنه، درست، ترجمه میکنه به زبان ماشین و هم دیباگ میکنه، غلطیای ما برام نشان میده. و میسه وسیله و ابزار ما نیاز داشتیم که هر سهش یک جاست. و میخاطر اینتگریتد میگه، مجتمع، هر سهش جمع شده در داخل یک پروگرام. خب به خاطر که این خب کتابا رو براتون دادیم، یکی دو کتاب دیگه من اینجا اضافه کردم، این هم براتون میدیم. و از بین کتابا گفتم به خاطر که به اساس کدامش درس خود پیش ببریم، من تصمیم گرفتم که به اساس هم معتبرترینش پیش ببریم، به اساس این کتاب که از سایت خود C++.com است، یعنی کاملا استاندارد، معیاری و معتبر است. و اساس این درس خود پیش میبریم و شما میتونید که همه این کتاب ها رو مطالعه بکنید و اگه سوالی هم داشتین ما در خدمتتون هستیم، درست؟ و اگه دیدیم نکاتی در اینجا نبود، در دیگه کتابا بود، او رو هم از دیگه کتاب براتون اضافه میکنیم. خب من دیدم بسیار منظم، بسیار مفید، مختصر و کوتاه هست. تو چی نیست که مثال هر طرف رفته باشه، درست؟ خب انگلیسی است اصلا و خب به تشریح میکنم براتون بدری میتونید ببینید. باز اما عنوانی که اینجا میخونین میتونید در کتابای فارسی هم او را پیدا بکنین و او را هم مطالعه بکنین. یک کامپیوتر داریم، یک کامپایلر. بله. در روزی مثلا کامپیوتر بعد در یک کار میدیم کامپایلر وظیفه‌ش مترجم ترجمانی ترجمانی به این معنی که همه حروفایی که ما تایپ کنیم یا هر چیزی که داریم تایپ کنیم ایرا به اون میشناسم. دقیقاً همین وظیفه کامپایلر است. اینا من براتون یک مثال میتونم، چون دیروز وقت ندارم مثال ندادم. کد به همین اندازه حروف مناسب است؟ خرد و کلانیشه میگم، درست؟ چون باز خودتون ببینیم چون پروگرام است دیگه، میتونید برید در بخش ادیتور آپشن، در این بخش هر چقدر دلتون خواست فونت کلام بکنید که چشمتون اذیت نکنه. صحیح؟ حال 12 است، من 14 میگیرم. صحیح؟ فونت کلام هر چقدر بخواید میتونید کلام بکنید. در همین مناسب است. کدی که تایپ میکنم میبینید. خب فرض کنید من تو یک فرمان نوشته میکنم یا حتی اینایش هم چی میکنم؟ صرف نظر میکنم اون فرمانی که از وقت تا به حال مثال دادیم. صحیح؟ که امروز یا در روز آینده ان شاءالله میبینیم. سی اوت برام نشان بده، خروجی بده، هلو. بازم اینا براتون ذکر میکنم. ببینین این فرمان خروجی میده، اوت، نه؟ اینا نمایش میده. انال کامپیوتر. خب اینو پس کنیم. چطور بفهمه که سی اوت چی معنی؟ نه؟ صحیح؟ امی سی اوت خود یک کلمه است. گفتیم مثلا هر زبان C++ از خود یک گرامر داره که ساینتکس است و لغات خاص خودش داره. این لغت کامپیوتر چطور بفهمه که چی معنی؟ من چی کار باید بکنم؟ این کلمه باید قبلا تعریف شده باشه یا خودتان باید بشینین رو تعریف کنین با زبان باینری 0 1 با کامپیوتر بفهمونین که سی اوت یعنی چی، یا قبلا تعریف شده. صحیح که مطمئنا قبلا تعریف شده و ما از این استفاده میکنیم. ضرورت نداریم که دوباره برای کامپیوتر خود ما تعریف کنیم که سی اوت یعنی تو در روی صفحه نشان بده. قبلا توسط اون کسی که زبان C++ ساخته تعریف شده که سی اوت یعنی خروجی بده. و همین خاطر ببینید اگه من نوشته کنم سی اوت هلو، صحیح بسیار کوتاه ببینین، یعنی تو درس ما یک مثال براتون کار میکنم بازگشته پس کلش رو براتون تشریح میکنم. صحیح؟ حالا من مجبور هستم یک بار براتون کار کنم که ببینید. این کد نوشته کردم، میگم این رو کامپایل کن. صحیح؟ ترجمه کن. ببینید آیا میکنه؟ خب اول خب میگه این فایل سیو نشده، درست؟ خب باید سیوش کنم دیگه. سیوش میکنم به نام تست. سیو شد. ببینید ارر داد. برای اینکه سرخ معلوم است. اون کار دیباگر بود که ارر آورد. چی میگه اینجا برای من؟ میگه expected constructor destructor فلان. میگم من این فرمان تا نشناختم، نه؟ این سی اوت چی معنی؟
انال من باید به چی بکنم؟ اینجا بیام برش بگم که تو اگر میخوای که سی اوت بشناسی برو در اینی صفحه یا در اینی فایل IO stream در اینجا برو تعریف اینی برات موجود است. او IO stream مثل یک دیکشنری است، مثل یک فرهنگ لغت است که هر فرمانی که ما استفاده میکنیم اونجا جزئیاتش آمده که سی اوت چی کار باید بکنه و اینو کی تهیه کرده؟ همون کسی که خودش سی پلاس پلاس رو ساخت و با وجود آورد. قبل در اینی فایل یک فایل است، فایلش براتون نشان میدم. در IO stream input output این رو تعیین کرده که سی اوت یعنی که نمایش بده. وقتی که این رو نوشته کردم انال کامپیوتر میشناسه که سی اوت یعنی بله باید خروجی بده. خب منظورم از چی بود؟ اما تو که گفتیم وقتی ما یک کدی را به یک زبان های لول می نویسیم که مثالش هم خود سی پلاس پلاس، این کد به زبان ما نزدیک است. وقتی من میگم سی اوت، خب سیش به خاطر خود سی پلاس پلاس اوت خروجی بده. این انگلیسی است دیگه، اوت خروجی. اما کامپیوتر بازم میگیم خب این خود زبان 0 و 1 را میشناسه، باینری را، و این نمیتونه که برای ما نمایش بده یا اجرا بکنه. پس یک شخص دیگه، یک میانجی، یک واسط باید بین این ما هستیم. میشه من اینجا نوشته کنم هیومن یعنی انسان، صحیح؟ بین ما و بین کامپیوتر باید باشه که ایره بخونه و به او بفهمانه. مثل یک نفری که انگلیسی بلد است، یک نفری که دری بلد است. نه دری زبان انگلیسی یاد داره، نه انگلیسی زبان دری یاد داره. پس یک مترجم باید بینشان باشه که از این بگیره به او بگه، از اون بگیره به این بگه. صحیح؟ اینجا اینمی کامپایلر در حقیقت اینمی خلا، اینمی خالیگاه را پر میکنه برای ما که کد که ما نوشته کردیم میگیره به زبان سی پلاس پلاس، ترجمه میکنه به زبان ماشین و وقتی که ترجمه شد کامپیوتر یا ماشین میتونه اینو برای ما اجرا بکنه. درست؟ اینا مشابه هستن. آفرین، سوال بسیار خوب کردین. کامپیوتر کامپایلر لغتش مشابه است، اما این خود کامپیوتر ماشین اما دستگاه وسیله ماست. این کامپایلر خودش یک پروگرام است، این خودش یک سافیر است. ان شاء الله شوخی میکنم اگر شما هم یک روز یک زبان ساختین، خب بسیار کار سخت است، حتی از توان ما شاید خارج باشه، ولی نه اوتام نگیم میشه ان شاء الله یک روز ما همین کارو کنیم. مثل اون شخصی که سی پلاس پلاس رو ساخت، ما هم یک زبان ساختیم. شما باید اینی دو کار چی که سه کار رو انجام بدین. اولا که قوانین زبان خود جور بکنین، ساینتکس، و دیگه چی؟ اونمون کلماته. هر زبان کلمات داره. و دیگه باید خودتان چی رو جور بکنین؟ کامپایلر زبانتان هم جور بکنین. یک پروگرامی که زبان شما رو بگیره و به باینری تبدیل بکنه. صحیح؟ یعنی هر زبان جدیدی که به وجود میاد در جهان ساخته میشه، هر کسی که میسازه این سه کار رو انجام میده. قوانین اون زبان تدوین میکنه، میسازه و کلمات بر اون زبان جور میکنه. کلمات مثل سی اوت و کامپایلرش هم میسازه. صحیح؟ یعنی به خاطر اینکه یک زبان بتونه در کامپیوتر کار کنه، به این سه چیز حتما ضرورت است. درسته؟ خب تا اینجا یک برداشت عمومی شد. حالا مگه در ذهنتون کدام سوالی هست؟ نیست؟ بسیار خوب. خب بیایم دیگه اما تو پیش بریم. آیدی رو هم شناختین جان؟ استاد انالی سی پلاس پلاس رو باید در یک محیط دیگه کار شود، نه؟ خب بگین. که موضوع محیط رو باز شما خودشون انتخاب کنید. آفرین. اونمون محیط منظور ما یعنی پروگرام است. خب انال پیش دیگه بگین. استاد بازمی پروگرام این خودش یک سافتور است. یک سافتور است. آفرین. بازین نمیتونید در دیگه محیط کار کنید. میتونید در دیگه محیط کار کنید. میتونید به جایی که در این پروگرام کار کنید، اون پروگرام دیگه ما باز میکنم براتون، میتونید اینی هم کار کنید. صحیح؟ کار میشه ماندار و در 10 ها پروگرام دیگه هم کار میشه. صحیح؟ زبان مثل که مثال انگلیسی است، ما در کجاها میتونیم ازش استفاده کنیم؟ در خانه، در مکتب، در هر محیط میتونیم ازش استفاده کنیم. زبان عموما زبان است، خود زبان هم تغییر نمیکنه، اما محیط فرق میکنه. صحیح؟ مثلا یک جای رسمی گپ میزنیم، یک جای عامیانه گپ میزنیم. صحیح؟ این هم اون حالت است. این خودش به ذات خود دیو سی پلاس پلاس یک پروگرام است که شما میتونید کد زبان سی پلاس پلاس در داخلش نوشته و اجرا کنید و اینی پروگرام هم ویژوال استودیو هست که یک محیط برنامه‌نویسی بسیار پیشرفته است. شما میتونید که اینجا هم یک فایل جور کنین. اینجا ما بگم نیو پروژکت، اینجا انتخاب کنم سی پلاس پلاس، صحیح؟ و این رو اوکی کنم، یک نام برش بدم، فرض کنیم تست. اوکی. خب میگه تست موجود است، من این قبلا جور کردم به یک نام دیگه، مثلا تست 2. اوکی ساخته میشه. من این مراحلش زودتر میکنم. و شما میتونید اونمو کدی رو که اونجا تایپ کردیم چی گفتیم برش؟ سی اوت هلو، این کد اینجا تایپ کن.
زبان یک زبان است، در هر محیطی که استفاده کنید اون زبان است، فقط امکانات هر پروگرام فرق میکنن. این یک پیشرفته تر است، این حرفه‌ای تر است نسبت به دیو سی پلاس پلاس. این یک کمی ساده است، صحیح؟ اما خب اینا وقتی شما شروع میکنید مالندار خوب است که از ساده شروع کنید که به خودتون سخت نشه، جنجال نکنه، ولی وقتی که یاد گرفتین باز میتونید که به ایده کار بکنید، صحیح؟ یک محیط پیشرفته تر است. فقط این که گفتم محیط به دل خودتون است، به می خاطر که شما میتونید کدتون اینجا نوشته کنید، اجرا کنید و اینجا میتونید نوشته کنید، اجرا کنید. فعلا در شروع همون سادهش خوب است. درسته؟ خب محیط منظور ما این پروگرام آیدی بود و مثالش اینه دیو سی پلاس پلاس. خب انال بیایم کم کم، اگه بازم سوال ندارین سر درس منظم خود، نه که بعد از یک تاپیک یک درس پیش میریم. این معلوماتش میتونید بخونید که گفتم مثال این آموزش همین توتوریال برای کی است؟ گفته برای کسی که میخواد پلاس پلاس یاد بگیره، چه کسی که نو شروع میکنه مثل شما، و یا حتی گفته کسی که کمی تجربه هم داره بازم این کتاب به دردش میخوره. خب دیگه موضوعات دیگه است، این مقدمه کتاب است دیگه، میتونید بخونید. گفته برای کامپایلر ضرورت دارین، اون کامپایلر ما هم تهیه کردیم. آیا این دی سی پلاس پلاس کامپایلر است؟ یک سوال از شما کنم. دیو سی پلاس پلاس این پروگرام آیا کامپایلر است؟ مکمل؟ نه، کامپایلر در بین خود داره. صحیح؟ دیو سی پلاس پلاس فقط کامپایلر نیست، چون اگه کامپایلر رو شما نمیتونید دو تایپ کنید. کامپایلر رو وظیفش تایپ کردن است؟ نه، فقط ترجمه کردن است. یعنی این دیو سی پلاس پلاس کامپایلر رو در بین خود داره. صحیح؟ اما تو که یک محیط نوشتنی هم داره که ما میتونیم کد نوشته کنیم، اما تو که غلطیاب هم داره. اما گپ میگم هر سهش یک جای کرده. این یک پروگرام است که یک جزءش، یک بخشش کامپایلر است. درست؟ خب و این کتاب مستقیما راستن رفته سر یک مثال کار کرده و من میخوایم که به میشک بشمریم. واقعا امی براتون گفتم که برنامه‌نویسی تا که خودتون کار نکنین، تا که خودتون کد نوشته نکنین، هر چقدر هم تشریحات باشه موثر نیستید. پس من میخوام که اولین پروگرام خود اینجا نوشته بکنید. من حروفش کلماتش می‌نویسم، شما دقت کنید، فعلا میتونید حفظم بکنید و گشت آمده معنایش هم براتون میگم. هر پروگرامی را، هر برنامه‌ای را که شما به زبان سی پلاس پلاس می‌نویسین، اول با این علامت شروع میشه. میگیم هش. خب من این لغت‌هایی رو که استفاده می‌کنم جداگانه براتون اینجا نوشته می‌کنم. هش اسم همون علامت است دیگه. صحیح؟ مثل که مثال این علامت ستاره است، میگیم استار در انگلیسی. این علامت هم در انگلیسی نامش هش هست. خب هش اینکلود یک کلمه انگلیسی است، معنا داره، یک فرمان است، یعنی شامل ساختن، داخل ساختن. اینکلود علامت بزرگتر، آی او استریم، صحیح؟ و علامت کوچکتر، یعنی شامل بساز فایل آی او استریم را. این هم یک نام است ولی باز هم معنا داره. خب این رو شامل میسازن. دیگه چی کنم بگم برات؟ میگم پروگرام ما باید از اینجا شروع شود. int main اصلی، یعنی اصل پروگرام ما از اینجا شروع میشه. صحیح؟ و یک این رو میگیم براکت. اینم براتون نوشته کنم. یعنی من علامتی رو که تایپ کردم به نام براکت میشناسیم. میگیم براکت باز یا اوپنینگ براکت و یا براکت بسته، کلوزینگ براکت. براکت باز چند خط پایینتر براکت بسته میکنم. صحیح؟ و بعد دیگه چی نوشتم میکنم؟ فعلا فقط ببینین دیگه، قرار است ببینین، تشریح هم اگه نکردم خیر است. return 0 برگردان 0 را. و این را خب گفتیم و میان میدین که هر فرمان سی پلاس پلاس به نقطه کامه یا به سمیکالون ختم میشه. تمام زبان ها سی پلاس پلاس، جاوا، پی اچ پی، جاوا اسکریپت، همین زبانایی که گفتیم در یک فامیل هستن، کلشان هر خطش، هر فرمانش به این ختم میشه. الان مثال شاید بگین که این خط چرا ختم نشده؟ نه، دلیل داره، براتون تشریح میکنم. خب اما فرمانی که میتونست به ما خروجی نشان بده چی بود؟ سی اوت. یعنی دو علامت میمونم، ایران براتون جداگانه تشریح میکنم. باز هر چیزی که خواستین، هر جمله‌ای که خواستین اینجا میتونید نوشته بکنید. مثال میگیم که it is my first program. این اولین پروگرام است و این یک فرمان است، پس در آخر یک سمیکالون نماند. درسته؟ من هنوز براتون تشریح نکردم، فقط براتون نشان دادم این ساده ترین کدی است که شما میتونید در سی پلاس پلاس نوشته بکنید و اولین پروگرامتون رو به وجود میاره که وقتی شما این رو اجرا کنید چی میکنه؟ این جمله رو فقط براتون نشان میده و زودی که بسته میشه. یعنی تو واز نمیمونه که شما این رو بخونید، فقط این رو نشان میده و بسته میشه. اما صفحه‌ش هم گم میشه. خب ببینید این رو من جور کردم، این رو کامپایل میکنم. صحیح؟ اینجا از من یک غلطی گرفت. صحیح؟ میبینین غلطی پیدا کرد. میگه من هنوزم این فرمان سی اوت تا نمیشناسم، من باید به این علاوه کنم std اختصاری استاندارد
دو نقطه صحیح است که ایران بشناسه. دانه دانه هر کدومش براتون تشریح میکنم. میخوایم فعلا فقط ببینید اینا. صحیح شد؟ وقتی که ایرا گفتم کامپایل ترجمه کو و اینجا کدام ایرر نداد، کلوز یعنی کامپایل شده. صحیح است؟ بعد چی نام سیو کردم این فایل خودم؟ تست. یادتون است دم شروع. دوباره از سر براتون کار میکنم. به نام تست سیو کردم اینا او فایلم. و چون این پروگرام دیو را ما اینستال کردیم، این شکلش هم شناخته. در غیر از شکلش هم نمیشناسه. و وقتی که کامپایل کردم، ترجمه کردم، این پروگرامم است. این اون برنامه است که من ساختم و این برنامه مکمل است. وقتی که من این را اجرا کنم، سعی کنید یک صفحه باز شد، نشان داد This is my first program، زود بسته شد. صحیح؟ اون پروگرام. حالا این یک فایل است دیگه، یک فایل .exe، فایل اجرایی، فایل اکزیکیوتیبل. من میتونم میره کپی کنم، در شما بتونم، شما ببرید کمتر خود اجرا کنید. صحیح؟ اما این پروگرام ما کدام جا این نام شد که باز مثلا نمایش یک دقیقه استارت کنم ما خوانده بتونیم میشه، مطمئنم که میشه. فعلا اما تو ساده نوشته کردیم. صحیح؟ میام سر میگم می اومدم. یک پروگرام است، یعنی میخوایم ببینید به می سادگی پروگرام ما ساخته شد. این پروگرام چی میکنه؟ یک جمله نشان میده. اینال من اگه بگم یک عدد بگیره، مثلا او را ضرب و تقسیم کنه، معاش محاسبه کنه، هر چیزی خواستم میتونم بهش اضافه کنم، ولی کلش این رقم است. کد نوشته کردیم، کامپایل کردیم، شد تبدیل شد به پروگرام، تبدیل شد به یک فایل، تبدیل شد به یک برنامه. این برنامه در کمتر خودم، در کمتر شما، در کمتر هر کسی که ویندوز کار میکنه، این قابل اجراست. صحیح؟ ما یک برنامه همیاری ساختم، میتونم میره یک افغانی بفروشم. صحیح؟ چون ارزش آنچنانی نداره، نخواد کسا یک افغانی بخره. خب پس انال گفته هم صنفیتان، من میفهمم که دفعتان بسته نشه، فرصت داشته باشم که اینا بخوانم. اولا که اینا میدونن که من هر چقدر خط خالی تایپ میکنم هیچ تاثیر نداره. در همه زبان‌های برنامه‌نویسی این فاصله خالی هیچ معنا نداره. اگه کدام چیز نوشته کردم میره غلط میگیره. ببینید میگه من اینی دی اف تا نشناختم. چرا اینجا را سرخ کرد؟ چون این ادامه داره. نه خیال کرد که دی اف به این وصل است، نشناخت. اما اگه فاصله خالی میمانین هیچ کدام تاثیر در پروگرامتان نداره. و میخواد یگان دفعه که ما خالی فاصله میمون تعجب نکنید. و این خاطر است که کدا یکم دور باشه، تو باز که شما راحت رو خوانده بتونید. اینال گفته هم صنفیتانا میکنیم. میگم یک لحظه را نگه دار. متوقف کردن فکر میکنید انگلیسی چی میگه؟ استارت کردن را. استاپ میگه. استاپ مکمل متوقف کردن است. اگه یک وقفه بتین چی میگین؟ مثال که یک موسیقی را، یک آهنگ پلی میکنین، باز چی میگین؟ پاوز. شنیدین؟ اما تو که پلی میگیم باز پاوز میگیم. سکه مثلا من خواندن پلی میکنم، این پلی است دیگه نه؟ باز اگه استاپ یعنی یک لحظه متوقفش میکنم، پاوز. ببین چقدر جالب که میگیم C++ های لیول است، به زبان واقعی انگلیسی نزدیک است. اونو میشه نوشته میکنم، ولی میگم سیستم، فرمانم از سیستم است، اینجا بهش میگم پاوز. یعنی به سیستم فرمان میتونم یک لحظه منتظر باش. صحیح؟ و این هم یک فرمان است، بازم به این سمیکالم ختم شد. اینال باز ببینید من رو کامپایل میکنم. میتونم کامپایل نکنم برام پروگرام اجرا کنم؟ نیخ او پروگرام سابقه ایم است نی؟ هنوز خود این کدی رو که اضافه کردم آیا اینم دوباره ترجمه کردم؟ نکردم دیگه. هر وقت شما یک کلمه به پروگرامتون اضافه کنید باید او رو از سر کامپایل کنید. معلوم است دیگه. یک کتاب داریم از انگلیسی به دری ترجمه شده. حالا اگه یک جمله دیگه هم با کتاب اضافه کنیم، خب بازم باید ترجمه شه. صحیح؟ هر چیزی که اضافه کنیم باید ترجمه شه. خب این شد. اینال رو باز میکنم. سعی کنید. چقدر خوب. این دفعه گم نشد. زودی کردن نرفت. اون جمله ما رو It is my first program. این جمله رو من خود نگفتم برش. این تاثیر اون سیستم پاوز است. گفته press any key to continue. متوقف شده برای یک لحظه، میگه یک دکمه رو بزن تا که من برم دیگه. یعنی ببین من هر دکمه رو که بزنم این گم میشه. خب خوبیش چی شد؟ اونم خوبیش بود که یک لحظه ایره متوقف کرده دائمی است و این خود به خودم از بین نمیره. مثلا 1 دقیقه و 2 دقیقه نه، تا که خودتون یک دکمه رو نزنید این هستم اینجا. و این یک قابلیت، یک امکانات خوب است و جالب است که نکته را پرسان کنیم بسیار خوب، بسیار پیشرفته که تا تقریبا همه پروگرام خود ما از استفاده میکنیم که یک لحظه پروگرام ما رو متوقف کنه که شخص بتونه پروگرام ما رو بخونه. خب این از این مورد درست. یعنی چطور میکنیم؟ بازم ببینید یک بار که اثر بیاریم. پروگرام اینستال کردین در کامپیوترتون، پروگرام باز میکنین، اما دیو C++ را، این خودش یک پروگرام است. اینجا که آمدین میتونین در این قسمت کلیک بکنین. صحیح؟ یعنی یک فایل جدید است. یا در منوی فایل میرین و از اینجا نیو برش میگین سورس فایل. سورس
منبع یعنی اصل کدتان که نوشته میکنین. سیس منبع کدتان چی است؟ منبع پروگرامتان. از اینجا کلیک میکنین یا شارکتش کنترل ان و یا هم از اینجا هیچ فرقی نداره. این صفحه خالی رو باز کرد. اما کدایی که پیشتر براتون نوشته کردیم یعنی اینجا شما نوشته میکنین. سیس کل اون کد ها را. خب من اینو دوباره از سر تکرار نمیکنم چون وقت ضایع میشه. یک بار این کارو کردیم و عین همون حالت به دست میاد. سیو میکنین هر نامی که دادیم برش او سیو میشه. اما دیدین که وقتی من سیو کردم این برنامه هنوز جور نشده بود. این با مجردی که سیو میکنین خب برنامه ساخته نمیشه، فقط اینی فایل ساخته میشه. بعد از اینکه سریع دبل کلیک کنم چون این خب پروگرام من نیست، این همون کدم است، کد من رو باز میکنم. ببینین خب آیا اینجا برنامه من ساخته شده بود، من دیلیتش کردم. صحیح؟ اما اینا اگه بخوایم باز بسازم باز کامپایلش میکنم، باز ترجمه میکنم به زبان ماشین تا برنامهش ساخته شه. ارور نداد، کلوز. اینا که برین اونجا برنامهش علاوه شد به همون نامی که خودتان دادین. نام من چی داده بودم؟ تست. به همون نام پروگرام برسا. مطمئنا که یک فایل است، من میتونم نامی رو تغییر بدم، رینیمش کنم، مثال بگم مای پروگرام. هیچ تاثیری در خود پروگرام نداره و بازش کنم اونمو حالت قبلی است. خب تا اینجا کدام سوال دارین؟ طریقه باز کردن IDE یا مودی C++ ما نوشتن یک کد، کامپایل کردنش، ترجمه کردن و اجرا کردنش. ساده‌ای باشه. من در جای ذکر دادم نوشتن میه. یک لحظه که ماوس نگاه کنیم میه. نگاه کنیم میه. خب از اینجا یک امکانات خوب داره. سعی کنین ممکنه من این فایلم در روی دسکتاپ در روی صفحه نباشه که بتونم اینجا باز کنم، در چندین فولدر باشه. خب برای من سخت است که من هر دفعه از اونجا برو پیداش کنم. یعنی اینجا یک آپشن خوب براتون داره. رن اجرا کردن. در انگلیسی دویدن میگه، خز کردن نه. اما در کمتر رن همیشه به معنی اجرا کردن است. از همینجا که بزنم میره اجرا میکنه برای من. اما هنوز یک کمی گپ داره. حال نمیگم براتون. چند لحظه بعدتر میگم. مقصد از همینجا میتونید پروگرامتون اجرا کنین. حالا که چرا نمیشه این دلیلش باز مفصل است، بعدا براتون میگم. ولی شما که نوشته کردین پروگرامتون یا برین سر خودش دبل کلیک کنین اتو و یا میتونین که از همینجا این دکمه رو بزنین که براتون این را اجرا کنه. خب این قسمت استیتی اینجا بعد از اینه که وقتی این پاس بسته کنیم بعد از اون میریم سیستم چی می‌بینیم؟ نوشتم. بعداً ریترن 0. بعد از اون هدفی بود که پروگرامی ایتس مای فرست پروگرام ساختیم. همین پروگرام ساختیم. پروگرام ما برام تست است. ولی اگه بگیم کدام پروگرام ساختیم میگیم ما پروگرام تست ساختیم. این پروگرام چی میکنه؟ این جمله را نشان میده. این جمله اینا به من تغییر میدم. It is my first program. او اولین جمله بود، اولین پروگرامی که ما ساختیم. این دفعه میگم It is our second program. این دومین پروگرام است که ما میسازیم. پس من تغییر دادم. اما مطمئنا آیا در بقیه کدام تغییر بیارم؟ نه، این کد همون کد سابقه است. این درست است. اینا که باز کامپایل کنم، ببینید کامپایل شد و برم در این صفحه باز دوباره ساخت. او پروگرام قبلی من، اینی پروگرام جدیدی من. بازم که باز کنم این جمله تغییر کرد. It is our second program. اون پاس هم دایدم میشه. و او قبلی هم It is my first program هست. میتونید چندین همون تو پروگرام ها جا کنید. خب ببینیم که به حساب درس جان خواهش میکنم. اینجا باز هر کدامش رو براتون جداگانه تشریح کرده که 8 کیلو دای استریم چی میکنه، این بعدی چی میکنه و دیگه هر کدامش چی میکنه. درست؟ خب من نمیفهم که فعلا امیره مثل همین دانه براتون تشریح کنم یا پیش بریم بس اون که هر کدام درس خواندیم باز او وقت براتون تشریح کنم. یک معلومات کلی خب باید پیدا بکنیم. صحیح؟ کلی میگم جزئیاتش باشه در آینده. این فکر نکنین که جزئیاتش نگفتی هنوزم مغلق است. نه، کلیاتش میگم جزئیاتش در هر درس. مثال به ما یک درس میخونیم، به یک درس میخونیم. صحیح؟ باز هر کدامش در درس خودش. خب این سیال چی است؟ فرمان نمایش دادن، فرمان خروجی دادن. خب سیال کامپیوتر از کجا بفهمه که سیال چی معنا؟ وقتی سیال دادید چی باید بکنه؟ گفتیم ایره کسی که ساخته تعریف کرده، از قبل نوشته کرده که سیال یعنی اینی چیز. در کجا او تعریف ها آمده؟ در فایل IO stream. IO stream از یک کلمه گرفته شده. IO stream یعنی چی است؟ input آیش input نه، باز اویش output.
استریمش خود استریم است، یعنی مکمل آیا استریم این چیز است. اینپوت آوتپوت استریم، اینپوت گرفتن میگه، آوتپوت خارج کردن میگه. فعلا ما از کدومش استفاده کردیم؟ از خارجی دادنش. کدوم چیز خود نگرفتیم نه؟ مثلا یک عدد از نفر نخواستم، نام شخص ازش نگرفتم، فقط یک جمله نشان دادم. صحیح؟ و استریم باز میخوانیم بعدن درسای بعدم که جریان میگه. خود استریم یعنی جریان، جریانی از داده هایی که به بیرون میفرستیم و جریانی از داده هایی که میگیریم، معلوماتی که میگیریم و معلوماتی که میفرستیم. در این فایل تعریف شده که سیاوت یعنی چی. صحیح؟ پس او رو باید دو بالا نوشته نکنین. اگر نکنین چی میشه؟ نه، اگر او خط اول نوشته نکنین، اینکلود آیا استریم نوشته نکنین، نمیفهمه، قبول نمیکنه، نمیفهمه که سیاوت یعنی چی. بازم ببینید من کامپایل میکنم، دیدین ارر گرفت. خوب اینجا رو بخونین. سیاوت is not a member of std، میگه این یک جمله ناشناخته است، مجبور نشناختم که چی است. درست؟ و او خاطر حتما باید او را ذکر بکنیم. خب بعد از او خط به خط، همین خطاش یک بار براتون تشریح میکنم. مین اصلی نه؟ یعنی پروگرام اصلی ما از اینجا شروع میشه. چرا؟ که ممکنه خوب دقت کنید، ممکنه من در اینجا هم باز بعضی کدها داشته باشم، به معنا می‌نویسم. صحیح؟ یعنی باز اینجا کدها داشت. خب اول کدام رو شروع کنم؟ نه؟ وقتی پروگرام ما باز شد کدام رو اجرا کنم؟ همیشه از مین شروع میکنه، اصلی دیگه نه؟ اول اینجا رو کار میکنه، باز اگه رفت بعدن در اینجاها هم میره. درسته؟ خب این مین به او خاطر. و INT اختصار اینتجر است، یعنی عدد صحیح. درست؟ یعنی این برنامه ما در آخر یک عدد صحیح را توقع داره از ما، که در آخر پروگرام یا برنامه خود یک عدد صحیح را، عدد صحیح منظور عدد غیر اشاری، برش برگردانیم تا این ختم شود. و می خاطر ببین وقتی گفتیم اینجا INT main یعنی برنامه اصلی ما از نوع صحیح، عدد غیر اشاری، در آخر چی گفتیم برش؟ return صفر. صفر یک عدد غیر اشاری است. و چرا؟ خب یکم غیر اشاری است، دوم غیر اشاری است، اما او تعریف نشده. صحیح؟ کسی که زیر ساخته تعریف کرده که صفر یعنی پایان موفقانه پروگرام ما، اما شما هر چیز دیگه تایپ کنید او غلط است. صحیح؟ return بازگشت بده، بازگشت بده صفر. صفر عدد غیر اشاری، بازگشت بده که نبافم این شروع شد این ختم شد. چون کامپیوتر خب باید بسیار دستگاه حساس است، بفهمه کی شروع شده کی ختم شد. درسته؟ بازم میگم جزئیات بیشترش ان شاء الله میگیم، اتفاقا نیست که به این قدر خلاص شه. خب و باز کل چند خط کد نوشته کردم اینجا؟ اصل کد من 2 خط است نه؟ او رو خب باید نوشته کنم، مجبور هستم، اما اصل کد ما یعنی 2 خط است. خب وقتی که 2 خط کد نوشته میکنیم کدامش جزئی پروگرام یا برنامه ماست؟ هر دوش. پس هر دوش داخل چی علامت ماندیم؟ براکت، یعنی کل این برنامه ما رو تشکیل میده. اگه شما این رو نمیمانین بس این تو معنا میده که فقط خط اولش این برنامه ماست، اما خب از دومش چی؟ سومش چی؟ نه؟ اونا از برنامه ما خارج مانده. باید حتما این علامت ها رو بانین که کامپیوتر بفهمه که برنامه از کجا شروع شده تا کجا اینجا ختم شد. صحیح؟ ما گفتیم مگه اینجا کدام فاصله خالی هم باشه هیچ مشکلی نیست. خب سیاوت تو یک فرمان دادیم که خروجی به ما نمایش بده، یه کدام مشکلی نداریم امراش، اما استیدی رو براتون میگم چرا اضافه کردیم. استیدی اختصار چی است؟ فکر میکنین؟ استاندارد. استیدی اختصار استاندارد، یعنی این یک فرمان استاندارد است. و اگه حتی امیرم من تایپ نمیکنم سیاوت، ولو که اینجا سیاوت گفتم اینجا ما هستیم از من بازم قبول نمیکنم، میگه این در کجا آمده، جز کدام استاندارد است. میگم سیاوت یک فرمان استاندارد زبان C++ است. پس std یک چرا 2 نقطه، بازم دوایده میگیم که چرا 2 نقطه، فعلا همین 2 نقطه رو باید قرار بدیم و این علامت ها به خاطر که فرمان ما را از جمله ما جدا بکنه. صحیح؟ این علامت ها به این خاطر است، 2 علامت کوچکتر به این خاطر که فرمان ما را از اصل نوشته جدا بکنه. اگه اینم نمیمانین، یعنی هر کدام میره که شما نمانین به غلطی مواجه میشین. و ایره چرا خب من چرا مجبور هستم که میره بانم؟ مثل همیست که بگیم چرا مجبور هستیم در پایان هر جمله یک نقطه بانیم در انگلیسی نه؟ یعنی این چی شد؟ پس این اونمو خود قوانین زبان است که چرا این رو باید بانیم نه؟ این همون ساینتکس یا گرامر زبان را تشکیل داده. و گفتم براتون این حداقل کدی است که من براتون نوشته کردم، یعنی روزهای دیگه ان شاء الله اما تو زیاد شده میره ولی یادم میگیرین. پس هر نقطه ای را که نمانین کار نمیکنه پروگرامتون و ارر میده. صحیح؟ خب این هم جمله ما، هر جمله بسته میکنم ختم میشه. سیستم پاوس چرا برش گفتیم؟ خودتون شما میدونید، چون در جواب سوال شما گفتیم به خاطر پروگرام ما دفعتا بسته نشه، یک لحظه پاوس متوقف شود تا ما بتونیم اون رو بخونیم و استفاده کنیم و ببینیم.
این هم یک فرمان است، این هم به سمیکالم ختم شد. میبینید هر خط، هر فرمان ما به سمیکالم ختم شده که این پایان هر فرمان را نشان میده. صحیح است؟ و در آخر هم که گفتیم ریتن زیرو، اینو براتون گفتم به خاطر که این INT اینتجر، INT اختصار اینتجر است و اینتجر اگه ببینین در دیکشنری چک کنین یعنی عدد صحیح، عدد غیر اعشاری. پس از ما توقع داره یک عدد غیر اعشاری و این از قبل تعریف شده که صفر پایان پرام، این صفر را برگشت میده، پرام همونجا ختم میشه. درسته؟ خب چرا این را نوشته کردیم؟ با اینکه هر کدامی یک درس است، به این خاطر که شما یک بار به طور کلی ببینین که یک پرام چی شکل داره. صحیح است؟ و چطور میتونیم پرام را به وجود بیاریم. صحیح شد؟ تا اینجا اگه سوال دارین؟ یعنی پایان از این باید صفر شد به خاطر از اینکه از منظورش هدفش یکی نشان ده پروگرامی چی ختم شده. به خاطر صفر گذاشته. چرا صفر است؟ یعنی چرا مثلا صفر اشاریه چند نیست؟ این دلیلش براتون واضح است نه؟ چون ما اونجا چی گفتیم؟ اینتجر صحیح، پس باید صحیح باشه، غیر اشاری بودن نمیتونه. صحیح است؟ بعدا ان شاء الله میخوانیم که اگه میخوایم اشاری هم باشه باز میتونیم اینجا نوشته کنیم، نوشته میکنیم فلوت و او یعنی یک عدد اشاری بزرگ قبول میکنه. اما وقتی INT است یعنی صحیح، پس باید صحیح باشه. خب صفر هم صحیح است، دو هم صحیح است، سه هم صحیح است. این به خاطر چی؟ این دیگه قبلا تعیین شده. مثل همون تو که چرا مثال سی اوت خروجی فرمان نمایش دادن است، مثال میشه چی باشه؟ دیسپلی. خب هم در انگلیسی یعنی نمایش بده. خب اینا او کسی که ساخته تعیین کرده که سی اوت فرمان خروجی دادن است و اینجا صفر میتونه یک باشه، میتونه دو باشه. اما این هم اگه بان این خب میشه هم پروگرام دنبال صحیح کار نمیکنه. مثل که شما در جای سی اوت نوشته کنین دیسپلی، کار میتونه منظورتون؟ چون نمیشناسه اوره، چون از قبل بهش تعریف نشده. اینجا باید بگین سیاه و اینجا باید بگین که صفر. صحیح؟ بازم دلایل بیشتر و موضوعات بیشتر توضیح میدم ان شاء الله براتون. فعلا فقط تو کلی باید ببینیم، در غیر از باز پیچیده میشه. خب و یک نکته دیگه اضافه کنم و باز دیگه خلاص است این مثال ما، میریم مثالای بعدی رو میبینیم و میخوانیم درسای خود به ترتیب. فکر میکنین این رو من خواستم در شروع براتون بگم، در امروز که این طرف می اومدم باید ما که براتون بگم وقتی میگیم پروگرامینگ لنگویج نه یعنی زبانهای برنامه‌نویسی، درسته؟ یعنی تصور شما از برنامه‌نویسی چی است؟ پروگرامینگ در کامپیوتر که ما میگیم ما پروگرامینگ میکنیم، ما مثلا یک برنامه نوشته میکنیم، یعنی تصور خودتان چی است؟ که یعنی شروع میکنین یک صفحه رو باز میکنین، یک صفحه کاملا جدید و کل چیز خودتان نوشته میکنین. آها پس چی؟ یک صفحه رو باز کنیم اگه بخوایم کل رو خودمون نوشته کنیم بر این مقدار پروگرام ساده شده 1000 خط کد نوشته بکنیم. صحیح؟ چرا ما از این سی اوت استفاده میکنیم؟ این از قبل نوشته شده، این آماده است، ما فقط کافی است که ازش استفاده بکنیم. ضرورت نداره ما هر کدامی را برای کامپیوتر بفهمانم، چند خط کد نوشته کنیم که این را بفهمه، این را بفهمه، این را بفهمه. نه؟ قبلا کلش نوشته شده. مثال میارم براتون در زبان انگلیسی وقتی که شما یک زبان یاد میگیرین آیا مثال تمام اون چیزای زبان خودتان جور میکنین؟ زبان هر زبان از قبل ساخته شده، از قبل قوانین داره، از قبل کلمات داره، اون رو فقط شما چی میکنین؟ یاد میگیرین. چون این سوال باور کنین صادقانه براتون میگم صمیمانه که من در شروع پروگرامینگ در ذهن خودم بود که میگم برنامه‌نویسی یعنی البته ما در کامپیوتر کل چیز خودمون نوشته میکنیم دیگه، هر چیزی که بخوایم خود ما دانه فرماییم که چی کنه. اما ایره خوب از امیال به گوش داشته باشین و تا آخر ان شاء الله میبینین که نمیگه پس ما همه چیز خودمون نمیسازیم، از چیزای خب نمیتونیم و میمونیم، شاید اگه 10 سال زحمت بکشیم میتونیم، ولی از چیزای آماده استفاده میکنیم. اما تو از زبان انگلیسی آماده است، تیار، کلماتش مشخص، قوانینش مشخص، فقط ما رو یاد میگیریم استفاده کرده میریم. از همین پروگرام مثلا سی پلاس پلاس و میداویش اینجوری بهش بگیم از اینا مو مثلا سافت‌ور جور مطمئناً که میتونید. سایز مطمئناً جور کردن میتونید. سعی کنید به نظرتون من این رو نشان میتونم آیا به نظرتون همین سافیر است یا نیست. فرض کنید کجا رو براتون نشان بدم؟ این سی مرغ براتون نشان بدم. این یک وبسایت است. درست؟ ان شاء الله با وبسایت ها کار کردین، اینترنت کار کردین. سایز یک از وبسایت است که ما ساختیم، کمپانی ما ساخته. خب من میرم در بخش مدیریتی. سایز یعنی داخل میشم. از من نام و پسورد میخواد، رمز میخواد. نام پسورد یاد دارم، برش میتونم یعنی داخل شم. اگه غلط میدونم خود داخل شده نمیتونستم. میتونم یک خبر اضافه کنم. یک وبسایت خبری است، اخبار است. اخبار اضافه میکنم، اعلان اضافه میکنم. سایز میرم مثال عکس اضافه میکنم. سایز بسیار کارا اینجا انجام میدم. همین خودش یک پروگرام نیست؟
پروگرام است، نه یک برنامه بسیار منظم است که ما ایره آیا پیش از پیش تو چیز وجود داره که شما کلیک کنی و خوش یک خبر اضافه کنه؟ خب یعنی یک پروگرامر این در واقع من آمده میره کد نوشته که برای کامپیوتر که بفهم وقتی اینجا کلیک شد تو برو یک صفحه رو بیار که این نفر بتونه یک خبر اضافه کنه به این وبسایت. این خودش در واقع یک پروگرام هست. البته این پروگرام با اون چیزی که شما تا بال به مفهوم پروگرام میشناسید کمی فرق میکنه، چون ما به این پروگرام ها میگیم که وب بیس پروگرام، وب بیس یعنی اینترنتی هستن. دیدین ما او رو از طریق براوزر خود از طریق اینترنت باز کردم، ولی شما که مثلا ان شاء الله ما داخل کار میکنیم مثالای مختلف، پروگرامی که ما میسازیم، سافیری که ما میسازیم اینستال میشه در کامپیوتر، یعنی نیاز به براوزر نداره، یه خودش یک برنامه مستقل است، یک برنامه مکمل اجرا میکنیم اجرا میشه و مطمئنا میتونه یک سافیر بسیار خوب باشه، یک مشکل برطرف بکنه، یک چیز رو محاسبه بکنه، صحیح، یک پروگرام انجینری باشه، یک پروگرام مثال آمار محاسباتی باشه، صحیح، یا حتی یک گیم باشه. باز من براتون گیم‌ها زیاد جور میکنم، چرا؟ کم یک خوشایند است، یعنی به اصطلاح چی میگم، خسته نبشین، حوصله‌تون سر نمیره و هم از طریق ساختن و گیم باز چی میشه، خود کد یاد میگیرین. مثال ما بعدا میخوانیم، شما خواندین فکر میکنم کم کم لوپ حلقه میسازیم. خب این حلقه رو باید یک مثال کار کنیم تا شما یاد بگیرین. و حلقه رو مثال در گیم مثال میدیم، یعنی مثالش کار میکنیم تا شما رو یاد بگیرین. هر چیزی وقتی کد نوشتن یاد گرفتین هر چیز ساخته میتونین. خب ولی من میخواستم فقط یعنی شما رو به این نکته متوجه بسازم که در همه زبان‌های برنامه‌نویسی ایتام نه که فقط در C++ یک قانون باشه، یک استثنا، نه، در همه زبان‌ها C++، جاوا، ویژوال بیسیک ان شاء الله بعدا در پانتون هم می‌خوایم بقیه زبان‌ها را، در هر کدامشان چیزهای از قبل آماده وجود داره. پس یعنی در واقع اگه بگیم چرا این سی اوت نیست نمیتونیم بگیم، چون از قبل تعیین شده دیگه. این میگه پس این مثلا یک پروگرام من خود ساخته بوده، این مثلا پیش آماده نبوده. دقیقاً در هر زبانی که شما پروگرام جور میکنین، سافیر میسازین، چیزایی از قبل آماده وجود داره. در غیر از او هر انسان مجبور است. ببین در واقع مثال فرض کنیم وقتی من میخوایم دری گپ بزنم، مجبور باشم کل دری رو خودم جور بکنم. چقدر مشکل است. شاید من تا آخر عمر خود باید بشینم سرش کار کنم، تا آخر عمر خود میتونم دری گپ بزنم. اما نه، تمام کلمات قوانین دری از قبل مشخص است، ولی فقط کافیه من یاد بگیرم استفاده کنم. مشکل خود من دارم برطرف میکنم، با شما افهام و تفهیم میکنم. در کامپیوتر عین گپ است. شما یک سافیر میخواین که معاش محاسبه بکنه، خب اونجا باید چی شود؟ مثال ضرب کنه. آیا ما مجبور هستیم به کامپیوتر بفهمونیم که تو چه رقم ضرب کو؟ نه، و از قبل بهش تعریف شده که چه رقم ضرب کو. فقط ما میگیم چی را با چی ضرب کو که مشکل ما را برطرف شود. صحیح؟ در همه پروگرام‌ها اینمی موضوع هست. خواهش می‌کنم. خب کامنت امیال براتون میگم، موضوع بسیار ساده است، درکش میکنید. کامنت چی رو میگه در انگلیسی؟ یک چند دقیقه دیگه وقت داریم. اگر یاد دارین در انگلیسی چی رو میگه؟ کامنت نظریه رو میگه، نه؟ بیانیه، یک نظریه. ببینید چک بکنید رو دادید چیتون؟ توضیح، نظر، صحیح؟ یک نظریه. در خود لغت انگلیسیش و در کامپیوتر چه معنا داره؟ در کامپیوتر ساینس یا در زبان‌های برنامه‌نویسی، در پروگرامینگ به این معناست که شما ممکنه بخواید برای پروگرامتون یک توضیح نوشته بکنید. مثلا من می‌خوام همینجا نوشته کنم که پروگرام توسط من ساخته شده، این یک توضیح است دیگه. پس من اینجا نوشته می‌کنم که اگه به انگلیسی باشه، چون دقت دارین آیا من میتونم اینجا فارسی تایپ کنم به نظرتون؟ یک از نقص‌های C++ اینیست که ما مستقیما اینجا فارسی تایپ کردن نمیتونیم. در همه زبان ها معمولا نمیست. مستقیما در جاوا، مستقیما در C++، مستقیما در C، مستقیما در ویژوال بیسیک نمیتونین. صحیح؟ مگر یک پکیج آماده رو باید بگیرین استفاده بکنید. خب یادتون باشه که اینجا فارسی نوشته کردن نمیتونین. خب به دری فعلا. اما با انگلیسی مثلا نوشته میکنم که this program is created by، صحیح؟ باز فرض کن نام محلی است، نام خود اینجا تایپ میکنم. این یک جمله انگلیسی نوشته کردم که نشان بده که پروگرام توسط من ساخته شده. یک توضیح. خب منظرتون همین تو صحیح؟ منطقاً. و من اگر اجرا کنم چی میشه؟ آفرین. چرا ارر میده؟ آیا دیس یک فرمان است؟ شناخته نشده. آیا پروگرام یک فرمان است؟ آیا ایز یک فرمان است؟ خب وقتی شما هر کلمه‌ای رو که اینجا بنویسین، کامپیوتر کوشش میکنه که او رو اجرا کنه، بفهمه، اما هیچ کدام اینا رو نمیفهمه. نه دیس بهش معنا میده، نه پروگرام معنا میده، نه هیچ کدام اینا بهش معنایی نداره. پس ما باید چی کنم؟ ایرا بگم ایرا نادیده بگیر، اجرا نکن، این قابل اجرا نیست. در شروعش علامت سلش میمونه. دید رنگش تغییر کرد؟ به این معنی که دیگه کامپایلر ایرا نادیده میگیره. وقتی که ایرا اجرا کرد
خط به خط اجرا دیگه نادیده میگیره، اجرا نمیکنه، مثل که نباشه. صحیح؟ و حالا اگه ببینید بدون مشکل کامپایل شد، اجرا شده، میتونیم از اجرا کنیم. این رو نادیده گرفت، این رو نخوان، چون من بهش گفتم این یک کامنت است، این یک توضیح است، تو نباید این رو اجرا کنی. اگه خواست اجرا کنه خب هیچ کدام این رو نمیشناسه. درسته؟ خب از کامنت ها به خاطر چی استفاده میکنیم؟ به خاطر توضیح نوشته کردن دیگه. حالی ممکن توضیح تو باشه که کی رو جور کرده، در کدام تاریخ جور کرده، یا مثلا من یک پروگرام بسیار مغلق نوشته میکنم، خب شما اگه رو باز کنین کدش بخواین شاید نفهمین در نگاه اول. پس من اینجا توضیح نوشته میکنم، میگم که std اینی معنا را داره، استاندارد، که شما بفهمین. میگم مثال cout چی معنا داره؟ این خطا از دل خود میمونم، صحیح که یعنی جدا شود. میگم cout کاش که میتونستم اینجا فارسی تایپ کنید که یعنی به شما واقعا مفهومش برسه. خب انگلیسی تایپ میکنم میفهمید نه؟ اینجا میگم که it will display a message، این یک پیام نمایش میده. این تو توضیح دادم میرم، صحیح؟ هر کدام میشه. به این خاطر که کسی دیگه ای خوان یا اگه خودم پسانی رو دیدم خودم از یادم رفت بفهم که چی است. توضیحات در همه زبان‌های برنامه‌نویسی هستن و به همین خاطر به کار میاد که پروگرام خود شما شرح بدین، توضیح بدین. علیکم السلام. درسته؟ مفهوم توضیح واضح شد برای شما؟ توضیح، کامنت. زیاد اوقات ضرورت پیدا میشه که ما در پروگرام خود یگان چیزا نوشته کنیم فرعی است، جانبی است، اضافی، ولی نمیخوایم که او اجرا شود، چون اگه اجرا شد خب غلط است دیگه. این کلمات نمیشناسن. خب در مورد کامنت چه نکته رو باید بفهمید که این علامت دو سلش را که ما در شروع این خود کامنت شد نه، اما این فقط یک خط کامنت است. یعنی من اگه ایتو نوشته کنم this program is باز بهم خط پایینی نوشته کنم created by علی، میشه؟ نشد دیگه نه، چون این را باز دوباره از زی ارر میگیره. ببینید چون این باز خیال میکنه این فرمان است، اما این خب فرمان نیست. پس باید چی بکنم؟ این را هم در شروعش یک دبل سلش بارم. خب پس هر دبل سلش چی میکنه؟ یک خطه، همون خطه به توضیح تبدیل میکنه، اما خط بعدی را نه. صحیح؟ خطای بعدی با شکل خود هستن. خب اگر بخوایم که چندین خط، مثلا یک پاراگراف من اینجا نوشته بکنم چندین خط توضیح دارم، خب سخت است که من ببینم در شروع هر خط باز دوباره سلش بارم. صحیح؟ created by باز سلش سلش علی، باز مثلا سلش سلش در کدام تاریخی که این ساخته شده، مثلا 2013 تاریخ امروز. این کمی برای ما مشکل است. من میتونم که توسط یک علامت همه کار را انجام بدم که او علامت اینطور است سلش ستاره. صحیح؟ دکمه شیفت 8 ستاره رو میمانیم و حال دیگه ضرورت ندارم که در شروع هر کدام هم چی بانم؟ سلش سلش بانم. صحیح؟ اتو. و در آخر ببینین ای یکی چی است؟ آفرین، او جوره ای قوس است نه؟ او خب باید باشه، او خب نباید توضیح باشه. پس ای تا آخر کلش توضیح کرد و اگه ببین بازی مشکل داره، چون میگه که اینجا خب کجای قوس بسته کردی؟ جوره قوس خب باید بسته شه، ولی فعلا این کامنت شده. پس قبل از اینکه این قوس بسته شه ما باید اول او توضیح یا کامنت خود ختم کنم. پس میام دوباره مینویسم ستاره سلش و این توضیح من ختم کرد. حالا اگه ببین بازی به رنگ سیاه تیره آمد، یعنی حالا این شناخت و بدون مشکل حالی باز هم اجرا میشه. پس دو علامت داریم به خاطر چی؟ توضیح، کامنت تایپ کردن. یکی علامت سلش سلش و یک علامت سلش ستاره. این علامت فقط یک خط تبدیل به کامنت میکنه، اما خطوط بعدی باز با شکل عادی خود هستن، اما این علامت میتونه چندین خط هم به کامنت تبدیل بکنه. ولی وقتی که از این استفاده میکنین شروع ختمش باید مشخص بکنین. شروعش توسط سلش ستاره و ختمش برعکس ستاره سلش ختم میشه. درسته؟ خب اینم اینجا بهتون بگم که هر دو اینا کامنت هستن، یکش به این شکل و یکیش هم به این شکل. حتی ممکن در همون خط هم بسته شه یا چند خط پایینتر این رو بسته کنم به این شکل و یا هم ممکنه در همون خط رو بسته کنم. مطمئنم که مشکلی نخواهد بود. درسته؟ این نام های انگلیسیش هم یاد بگیرین که یادتون بمونه. سینگل لاین کامنت، چون دیدین که این علامت فقط یک خط به کامنت تبدیل میکنه. خب یکی چی باشه؟ برعکس او دیگه نه؟ مالتی لاین کامنت. درسته؟ این سینگل لاین کامنت هست، فقط یک خط تبدیل به توضیح میکنه و این چندین خط را هم میتونه به توضیح تبدیل بکنه. آیا وجود داشتن توضیحات در پروگرام ضروری است؟ ضروری نیست. صحیح؟ اگر خواستیم ممکنه توضیح داشته باشیم و اگر نخواسته باشیم اما تو که دیدیم تا به حال نداشتیم، هیچ گپی نیست. ولی اگر خواستین حتما باید از این علامات استفاده کنین، در غیر از او نمیشناسه و ارر میده. درسته؟ یعنی برای خود به سهولت برای ما ماندن که اگه خواستیم توضیح بدیم چی کنیم. این هم واضح است موضوع کامنت ها، توضیحات.
اینجا رو براتون آورده، هر دو علامه // ستاره و ستاره /. درس ما باشه تا اینجا تا بخش کامنت و قشر روز آینده میبینیم.